وارد مسجد شدید. خیلی تشویش یعنی تشویش کردن بیگناه نیست، شاید گناه. خب خداوند مهربان ناراحت کرده ولی قالوا سمعنا و هم لا یسمعون. اونها میگویند که ای خدایا یا ای پیامبر خدا این امرهای قرآن را شنیدیم ولی اونها نشنیدند، یعنی حق نگرفتند. عبدالله بن عباس آن سلطان مفسرین عالم اسلام که شما این را خوب میشناسید میگوید که این آیت مخصوصا در حق فرزندان عبدالدار نازل شد. فرزندان عبدالدار نفرانی بودند که بایرقداری مردم قریش به دست اینها بود. خیر مردمی بودند که در مقام قریش آبرو و نفوذ زیادی داشتند. وقتی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم اینها را نصیحت کرد و سوی اسلام دعوت کرد، این فرزندان عبدالدار گفتند که سمعنا قول محمد، ما سخن محمد صلی الله علیه و سلم را شنیدیم ولکن اطاعتش نکنیم. گوش ما برای پند گرفتن از محمد صلی الله علیه و سلم کرد. فقط دو فرزندش و پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایمان آورد. خرید زیاد از 10-12 زیاد فرزندان تا قبیله و شبیره از 23 امیر. شما می‌دانید که این نفراتی که گفتند ما شنیدیم اما اطاعت نمی‌کنیم، خداوند برای ما در جنگ احد همه را کن، فقط دو فرزند داشت. ایمان آورد، اونها زنده ماندند تا اسلام خدمت کرد. پس وقتی بیایید به امتان محمد صلی الله علیه و سلم، اگر دعوا می‌کنید بنده خدایی، اگر دعوا می‌کنید که خدا را باید بشناسید، اگر دعوا می‌کنید که امت محمد صلی الله علیه و سلم هستید، اگر دعوا می‌کنید که در امت صداقت دارید، پس سخنان خدا امرهایی را که خداوند امر فرموده است بشنوید و اطاعت کنید، هم بگیرید. مفسرین میگویند در تفسیر این آیاتی لیس الایمان بالتمنی ولا بالتحدی، یعنی ایمان بازگو کردن که من مؤمنم، من مسلمانم، با این نیست. بازی ندادن، ریشی جیلک و سلط پوشیدن، ایمان این نیست. وقتی که انسان اگر بگوید خند خوردن دهان شیرین نمیشنود، ولکنه وقر فی القلب، ایمان چیزی هستی در دل انسان یک شور را، یک محبت را نسبت اوامر خداوند زنده می‌گرداند. و صدقت کن عمل این انسان این ایمانداری را نشان می‌دهد که در حقیقت همین انسان ایمان دارد، در حقیقت همین انسان سخنان خدا و رسول خدا را شنیده بود، در زندگی این امر خداوند را کار گرفته است. و لذا مسلمانان علیه چنانچه گفتم این نعمت میتواند که قوت شود. این نعمت را شکر کردن کشور را آباد کردن، این نعمت را شکر کردن جامعه را
آیا از بیرون اون نفرانی که دعوای دوستی میکنند و وارد کشور ما میشوند شما گمان میکنید همه اونها دوستند؟ همه اونها برای دوستی ما اینجا آمدن؟ اکثر اینها دشمن. انسان وقتی که در جمعه گذشته هم گفته بودیم سخنمان با تمام مانده بود آزادی کشور، محبت کشور یعنی حفظ مردم کشور است. امروز اکثر مردم فرزندانشون در خدمت می‌دارند. آخرین‌ها خبرها رسیده ایستاده است که مردم از سرکشی می‌کنند. می‌دانند تاریخ ها است. اما نمی‌شود که وطن را واگذار کرد با دیگران. نمی‌شود که همه فرزندانمان را به بیرون کشور رها کنیم و سرحدها را واگذار کنیم. محبت وطن‌داری این الشر الدوادی خداوند مهربان در دوام رعایت می‌گوید دوستان ما حکم و تربیت باید در لغت معنای جنبنده را دارد و در اصطلاح در باب چهارپایان را در این آیت مفسرین معنای لغوی کلمه را این نشته در باب یعنی بدترین جنبنده‌ای که در بالای زمین هست همون انسانی هست که صبح تر است گنگ است لا یعقلون عقل ندارد یعنی بدترین انسان خداوند مهربان همون انسانی را گفته است که امر و نهی که از جانب خداوند وارد می‌شود نمی‌شنود اون امری که از جانب خداوند از جانب پیامبر صلی الله علیه و سلم برای آموزه این رو نمی‌شنود یعنی سرش نمی‌گیرد گنگ است نمیگوید کسی رو که برادر از خدا بی‌تر این کاری که تو انجام داده‌ای این غیر قانون شریعت است یک اصطلاحی در بین مردم رواج بوده است اما این مسلمان این اصطلاحی مسئولی اصطلاح مسلمانان نیست گوسفند در دستای پوست کشاب است میگویند بزرگ اما این در اسلام شروعی نیست اونها چنان کردند که خداوند اونها رو لعنت کرد شما هم میخواهید برای باشید شما هم میخواهید از رحمت خداوند دور باشید اگر به این کنابیلات شما اگر کاموش بیشید گناه این اگر به سعدی کرد مضمون حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هست خداوند اون دوستانی را که مردم را برای حقیقت دعوت می‌کند اون را بدترین انسان و انسان شامل گفتند بدترین جنبنده‌ای که در اون زمین است چی می‌خواهد بدترین باشد اگر ای مسلمان دیدی انسان یک کاری نامشروع می‌کند اگر اون نگفتی که این حرام است بدان که همون بدترین جنبنده‌ای که در روی زمین است قرآن میگوید خدای در آیه دیگری آمده است و اول اون طایفه مردم که سخن خدا و رسول خدا را نمی‌شنوند و به مردم نمیگوید اونها کالانعام انعام گاو بسان را می‌شنوند
رنگ گاو اگر کدام انسان نگاهی کنید که تو رنگ گاو هستی خیلی دقتش میکنند، خیلی سختش میکنند. اما اون انسان هایی که سخن خدا و رسول خدا را نمیشنوند و طبق گفته خدا و رسول خدا عمل نمیکنند، اونها را خداوند کالانعام برخون خلق نه فقط که مثل گاو بلکه از گاو بدهد. کدام انسان را میخواهد که می‌خواهد که در زیر این تحصیل خداوند قرار بگیرد، برای همین مسلمانان از خدا بترسید، در زیر قانون خدا زندگی کنید، از این امنیت کشور سوء استفاده نیم بلکه به نفع جامعه و کشور کاری کنیم، اعلام کنیم که جامعه‌مون را اولا پر از اخلاق حمیده بگردانیم، فرزندانمون را اخلاق حمیده انسانی بیاموزیم، دخترانمون را حیا بیاموزیم، نه اینکه از کشورهای بیرون برای فاحشه‌بازی و تاجیکستان بیایند. ای مسلمانان، جوانان بی‌ناموسی هستند، همه می‌تونن از را رهبری می‌کنند. وای برکات می‌کنند. کارگری حفظ حقوق باشد یا دیگر مسئولین باشد یا پلیسانی قاضی باشد که برای بخشای خواهران و مادران این کشور دیگران را جلب. وای بر همون انسان ها. اون انسان باز دعوا میکند که کشور را دوست می‌دارد یا مسلمان است. اونها را خداوند کالانعام بلکه از گاو و خر اونها بدترند. برای همین مسلمانان عزیز در همه درجه زندگی ما را سلامی می‌کنند. برای هر اعمالی که کردیم اگر چند مثقال ذره هم باشد ما را پاداش خیر و یا جزای بد می‌دهد. برای همین طوری زندگی کنید که به مانند سوریه و عراق و افغانستان و یمن خداوند برای بالای ما نیاورد. داریم در حق کشور و رهبرش دعا کنیم. حضرت امام حنبل رحمة الله علیه در حیاتی که خداوند داده بودش از یگان خلیفه یک تیم قبول کردگی نیست که خشامت بوده باشد، هیچ وقت از یگان دارنده مبلغی را قبول نمی‌کرد، قدر تقوا داد. اما میگه اگر من بدانم کدام دعای من را خداوند قبول می‌کند حتما در حق خدا دعا می‌کنم. به خاطر چی؟ به خاطر که صلاح پادشاه هم صلاح بلاد است و هم صلاح عباد است، هم کشور را آباد می‌شود هم بندگان خدا و صلاح می‌آیند. برای همین دعا را در حق رهبر استقلال خدمت‌های شایان انشاءالله فراموش نکنید. اگر خداوند ما را با رهبرم طور هدایت کند که راه جنت را برای ما آسان بگرداند به مسلمانان، مگر این بد است؟ اونا می‌کنند که همه ما شما این چیزها را خداوند ما را با رهبرم در جاده